خدمت دانش آموزان محترم، من دکتر تهرانی هستم از مؤسسه آموزشی صدشو. قصد دارم که سوال 20 آزمون ورودی تیسوشان رو براتون حل بکنم. گفته همونطور که میدانید روز قدس آخرین جمعه ماه مبارک رمضانه و ماه مبارک رمضان گاهی 29 روزه و گاهی 30 روز است. زودترین روز ممکن برای روز قدس چندم ماهه؟ ببینید ما در این سوالات بهتر هستش که گزینه ها رو امتحان کنیم. خب از کوچکترین در واقع روز در واقع انتخاب میکنیم و امتحان رو انجام میدیم، چون گفته زودترین روز. اگر ما 22 رو بگیریم روز قدس که میشه آخرین جمعه، اگر 7 ما بهش اضافه کنیم میشه 29. در واقع ما باید اینجا عید باشه دیگه، چون جمعه میشه اینجا هم، درسته؟ ولی در واقع اون ماه رمضان ما 28 روزه میشه، چون اگه قرار باشه 29 عید باشه، ما کل در واقع ماه مبارک رمضان 28 روز میشه. پس 22 غلط هست، نمیتونه درست باشه. میایم 23مین روز رو در نظر میگیریم به عنوان روز قدس. به اضافه 7 که بکنیم میشه 30. بله میتونه این اتفاق بیفته، یعنی میتواند روز 30 عید فطر باشه و در واقع ماه مبارک رمضان در این حالت 29 روزه است. 29 روز روزه میگیرن، روز 30 عید فطره، یعنی 30 دیگه جزء ماه رمضان به حساب نمیاد و اول شوال هست. پس در واقع عدد 23 یعنی گزینه 2 جواب ما هست. مسائل تاریخ در آزمون تیسوشان خیلی مطرح میشه. عموماً باید با در واقع حذف گزینه ها این سوال ها رو حل بکنید. امیدوارم این فایل آموزشی براتون مفید واقع شده باشه. حتماً فایل های دیگه ما رو نگاه بکنید تا راهگشا باشه برای موفقیت شما در آزمون ورودی تیسوشان.